د لوی او بخښونکي خدای په نامه دوستانو ښه راغلی، خوش آمدین دوستای عزیز. امروز سر هویت سینمای افغانستان صحبت میکنیم. سلسله برنامه های انسان تاکس است که به خاطر کرونا متاسفانه در حدود 2-3 ماه به تعویق افتاده بود. اتفاقا امروز اولین برنامه پروسه انسان تاکس است که هر روزهای پنجشنبه صحبت میشه. غږ می صحیح ده، زه فکر کوم کنه. خب نه د مایک دغه د زه به په لوړ غږ خبرې وکم. نو نن په سینما خبرې کوو، د افغانستان د سینما په هویت باندې ولې مهمه ده په دې مسایلو باندې چې که چیرې موږ وایو چې افغانستان سینما لري، افغان فلم تاریخ لري او بالاخره تقریبا نږدې یوه پیړۍ کېږي چې په افغانستان ته سینما راغلی. دا سینما څه ډول سینما ده؟ کرکټر یې څه شی دی؟ تولید یې څه شی دی؟ تاریخي برهې کومې وي؟ او په دغه اساس باندې کومې موضوعګانې چې د سینما پورې اړه لري هغه ټول د نن ورځې د اجنډا موضوعګانې دي چې میرمن کریمه به پرې رڼا واچوي. زه صرف غواړم د مقدمې په توګه لنډې خبرې د ملي سینما په اړه وکړم، د ملي سینما د کانسپټ په اړه. ملي سینما خپله څه شی دی؟ ولې موږ ملي سینما یادوو؟ تاریخي اړخ د دې تر ډیره پورې دا دی چې په کله چې په اروپا کې خصوصا د فرانسې تر انقلاب وروسته دغه د ملت دولت ایډیا رامنځته شوه او د هغې نه وروسته د ټول دولتونه چې پخوا یا امپراتورانې وي یا څو دولتونو کنفدریشنونه و، بالاخره په کلارو هر ملت د ځان لپاره غوښتل چې دولتونه جوړ کړي. د دې دولتونو د جوړښت تر ټولو مهم عنصر دا و چې باید ملي فرهنګ رامنځته شي. د خاصو مشخصو خلکو لخوا په مشخصه جغرافیه کې یو ملي فرهنګ د رامنځته کېدلو ایډیا د دې لپاره مهمه وه چې جوړ شوی دولت ادامه پیدا کړي. په دې بهیر کې تر ډیره بریده د ملي تاریخ مسله مطرح کېده، د ملي موسیقۍ مسله مطرح کېده، د ملي هنرونو مسله مطرح کېده او همداسې په دې لړ کې د ملي سینما مسله هم مطرح شوې ده چې دا ټول د ملي فرهنګ اجزاوې وي او سرمایه ګزارانې پرې شوي دي، کارونه ورته شوي او د یوې خاصې مشخصې ایډیولوژۍ او برنامې له مخې کارونه پرې شوي. نو په همدې د ملت دولت د کانسپټ په محور کې ملي سینما هم مطرح کولی شو. دا تر ډیره بریده د 20مې پیړۍ په سر کې یا د 19مې پیړۍ په اخرو کلونو کې او د 20مې پیړۍ په سر کې داسې سینما چې وکولی شي د هماغې دولت یا د خلکو غږ د تصویر د غږ او په عین حال کې د سینما پر پردې باندې ظاهر کړي، ثبت شي او خلکو ته ورسول شي. په دې باندې ډیر بحث کېدله. په لومړي سر کې دوه ډوله مشخصې سینمایي ایډیاګانې رامنځته شوې چې د هغې په اساس باندې د ملي سینما کانسپټ وده کړې ده. یوې خپله د هنري فلمونو د ایډیا رامنځته کېدل دي، په دې معنا چې د هماغې ټولنې د انعکاس لپاره یا د هماغې ټولنې د ورځني ژوند د شرایطو د فرهنګ د تاریخ د ټولنې او بالاخره د ادبیاتو او ټولو مسایلو د منعکس کولو لپاره د هنري سینما ظهور و چې تر ډیره بریده هغه لوړ فلمونه ورته وایي یا های موویز چې اکثره هنري بڼه لري، اوس مهال اکثره په فستیوالونو کې یا نورو برخو کې وړاندې کیږي. په دې برخه کې ډیر زیات کار وشو. د ملي سینما دویم اړخ تجارتي سینما وه، په دې معنی چې خپله فرهنګ چې سینما د هغې برخه ده، دا یو صنعت دی، یو د سوداګرۍ یو اړخ دی، د سرمایه ګزارۍ یو مهمه وسیله ده. هغه فلمونه چې وکولی شي د هغې په واسطه باندې پیسې خلک وګټي. په ننني ژوند کې یا په 21مه پیړۍ کې تر ټولو مشهورې چې موږ او تاسې پیژنو دغه صنعت یا انډسټري چې ورته وایو هالیوډ دی او ورپسې اوس لکه موږ چې پیژنو بالیوډ سینما ده، د فرانسې سینما ډیره مهمه ده او هر هیواد په افریقا کې مثلا نایجیریا په دې برخه کې کار کوي
او په منطقه کې هر څوک د خپلو تجارتي فلمونو د تولید لپاره یا د دې لپاره چې پیسې وګټي دغه سینما هم رشد وکړ. یو برخه هنري وه د ملي سینما او دویمه برخه تجارتي یا اقتصادي اړخ درلوده چې په دې برخه کې کار وشو. دا یوازې د دې تجارتي اړخ صرف د پیسو پیدا کولو مسله هم نه وه. سینما په ټوله کې یو ارتباطي وسیله ده، لکه رادیو، تلویزیون یا نه پوهېږم ورځپاڼه یا هغه هڅه چې تاسې په ذهن کې راځي د ارتباطاتو یو وسیله ده، یو میډیم دی، یو مجرا ده. او هر میډیم یا مجرا چې د ارتباطاتو په برخه کې کارول کیږي د پیسو پیدا کولو یا د آیډیا د انتقال یا د مسج د انتقال ترڅنګ دوه مهم کارونه نور هم کوي. یو دا چې ایډیولوژي انتقالوي، په دې معنی چې یوازې فلم چې تاسو ګورئ دا فلم د دې لپاره نه ګورئ چې تاسو خوند واخلئ یا وخت مو ښه تیر شي یا یو پیغام ترې واخلئ. په عین حال کې هغه فلم د فلم جوړونکي ایډیولوژي هم تاسو ته انتقالوي چې د همدې ایډیولوژۍ په اساس باندې ملتونو فکرونو ته هغه لار ورکول کیږي یا ملتونو د فکرونو زاویه یا چارچوب ټاکل کیږي. په دې اساس باندې د تجارتي فلمونو انډستري چې د ملي سینما یو تر ټولو مهم شاخص و، په 20مه پیړۍ کې فوق العاده زیات رشد وکړ. او د دې رشد ترڅنګ لکه موږ تاسو مخکې مې یادونه وکړه د ایډیولوژۍ د انتقال په برخه کې ډیره زیاته مرسته وکړه، خصوصا د لومړۍ نړیوالې جګړې نه وروسته او د 1950 کلونو پورې په اروپا کې د دې سینما رول د تبلیغاتو په برخه کې د پروپاګاندا په برخه کې فوق العاده و. او د نازي سینما تاسو ټول خبر اوسئ د ګوبلز چې د هغې د اطلاعاتو وزیر و، د دې سینما د لارې په لومړي سر کې په 1930 کلونو کې دا وښودل شو چې مثلا یهود ستیزي باید څه ډول وشي، یو یهودی باید څه خل وي. او همدا اوس هم ډاکومنټریان شته او هم هنري فلمونه په دې اړه باندې شته دی چې د یهود میشتو سیمو یا د یهودي کرکټر د بیان په برخه کې د عادي جرمنیانو د فکر د بدلولو په برخه کې فوق العاده زیات کار وکړي. د تبلیغاتو په برخه کې ډیر زیات کار پرې کیږي او په عین حال کې د عامه اذهانو د کنټرول، مدیریت او حتی د اغوا په برخه کې هم ځانګړی رول لري. په وروستیو کلونو کې چې اوس دی چې موږ لپاره د هالیوډ او بالیوډ هغه ډیر مهم کنسپټونه مطرح کیږي او د دوی د دې له لارې هم د غربي فرهنګ، البته که څه هم هالیوډ د امریکا د فلم صنعت دی، اما په ټوله کې دا فراملیتي دی یا ګلوبل اړخ لري، یوازې د امریکا د ګټو او د امریکا د سیاستونو منعکس کوونکی نه دی، ځکه دا په ټوله کې د کپیټالیزم او د سرمایې د ګټو د مشروعیت لپاره یو انډستری ده چې کار کوي. په همدا ډول موږ ته ډیره آشنا د بالیوډ سینما ده او هغوی هم د هندي فرهنګ او په ټوله کې په اوسنۍ نړۍ کې په سیمه او نړۍ کې د هند د نرم ځواک تر ټولو مهمه وسیله ده. دغه هغه شی چې ډیر زیات مهم و چې زموږ د بحث لپاره مقدمه جوړوي بیان مې کوي. افغانستان ته راشو، په افغانستان کې بالاخره د همدغې هنري سینما یا د تجاري سینما چې موږ په لنډه توګه ورته ملي سینما وایو ځای کوم ځای کې و. موږ آیا داسې سینما لرو؟ که دا سینما لرو د دې کرکټر څه شی دی، د دې ارزښتونه کوم دي، د دې دورې کومې دي، په تخنیکي لحاظه د فلم جوړولو د تیورۍ په اساس یا په ټوله کې د ټولنې د انعکاس په برخه کې د دې سینما رول څومره و، د تاریخي لحاظه کوم انقطاعات رامنځته شو او بالاخره چې کله موږ 2001 ته رارسیږو او ټول شیونه بدلیږي، په افغانستان کې نوی نظام رامنځته کیږي. په دغه نوي نظام کې په دې 20 کلن تاریخ کې د سینما ځای چیرې و؟ ځکه افغانستان عملا پرمختګ وکړ، دې نه څوک انکار هم نشي کولی. د ښوونې په برخه کې پرمختګ وشو، د اقتصاد په برخه کې لاسته راوړنې وې، په نورو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې یو زیات شمېر لاسته راوړنې موږ درلودې. د فرهنګ په برخه کې او مشخصا د سینما په برخه کې بالاخره موږ چیرې یو؟ اوس ولې چې کله موږ سینما یادو په افغانستان کې عامو خلکو ته، ولې د خلکو ذهن ته سلیم شاهین ورځي؟ ولې د
هغه فلمونه چې سلیم شاهین تولیدوي یا نور هغه کسان چې تولیدوي ولې ذهن ته راځي. یا په ټوله کې مثلا چې د پښتو د سینما په اړه بحث کوو، هغه پاکستاني مزخرف ډرامې زموږ ذهن ته راځي چې په کوچنیو سالونونو کې دی یا په سیډیګانو کې موږ لیدلي دي. د دې سینما پیغام چیرې دی؟ په ټولنې باندې د دې مثبت اثر کوم دی؟ او دغه ډول پوښتنې چې مطرح شوي دي، دغه د ننني بحث هغه زمینه ده چې میرمن کریمي به په دې اړه رڼا واچوي. او د بحث هغه روال داسې دی چې په لومړي شاوخوا 1 ساعت یا 50 دقیقو کې یا هر څومره وخت چې د کریمي صاحب خبرې ونیوله، خبرې به کېږي. د بحث دویم پړاو به شروع کېږي. د بحث په دویم پړاو کې دوستان کولی شي چې پوښتنې وکړي او دا به شاوخوا نیم ساعت 45 دقیقې داسې دوام وکړي او په متقابل توګه به دغه مسله بالاخره سره راټوله کړو. نو زه فکر کوم چې یو نتیجې ته به سره ورسیږو. ډیره مننه. به نام خداوند بخشنده مهربان تشکر که تشریف آوردین. تشکر از اینستیتوت انسان و همکارانشان که بحث مهمی را در واقع ایجاد کردن و او هم هویت سینمای افغانستان است. سینمایی که به هر حال من فکر میکنم در افغانستان جز اقلیت‌های فرهنگی و هنری هست و متاسفانه در 18 سال گذشته با تمام سرمایه گذاری هایی که در عرصه سینما در عرصه های دیگه انجام شده، در عرصه سینما متاسفانه هیچ سرمایه گذاری انجام نشده. اما این کم توجهی و این بی‌تفاوتی را یا میتونیم عمدی به حساب بیاریم که نخواستن سینمای ما رشد بکنه، یا اینکه واقعا غیر عمدی و یک نوع بی‌تفاوتی به حساب بیاریم. بحث هایی که ما اینجا امروز با شما در میان میگذارم و سعی میکنم که زیاد آکادمیک نباشه ولی تا حدودی هم بتونه در واقع یعنی آکادمیک از لحاظ سینمایی نباشه ولی از لحاظ گفتمانی باشه. یکی مسئله هویت سینمای افغانستان است که آیا سینمای افغانستان هویتی داره که ما او را تعریف کنیم و شاخصهای هویت چیست؟ میشه گفت خصوصیت های هویت چیست؟ و مثلا اگر شما در افریقا یا در چه میفهمم آمریکا یا در یک جایی در شمالی یک فیلمی ببینین، آیا از طریق اون فیلم میتونین متوجه بشین که این فیلم افغانی است یا فیلم نمیفهمم هندی است یا پاکستانی است یا ایرانی است؟ مسئله هویت، شاخص های هویت یک سینما یا سینمای افغانستان چی میتونه باشه و آیا ما دارا هستیم یا نیستیم. بعد صحبت خواهیم کرد در مورد اینکه سینمای افغانستان از سینمای دیگر کشورها چگونه میتونیم مجزا بکنیم. باز هم اینجا روی همون شاخص میآید و باز هم اینجا روی همون بحث های میآید که در واقع چقدر المان های فرهنگی، المان ها و نشانه های در واقع هنری، فرهنگی، مردمی و تاریخی این سرزمین که به نام افغانستان است چقدر در فیلم های ما، در ژانرهای مختلف، در داستانی، در مستند، در فیلم انیمیشن، در فیلم کوتاه بلند چقدر انعکاس داره که ما بتونیم بگیم اوکی این سینما فرق میکنه از سینمای مثلا کره یا از سینمای مثلا پاکستان، هند یا ایران، همین کشورهای منطقه. بعد محتوای محوری سینمای افغانستان چی بوده و چی است؟ سینمای افغانستان چه قصه ای را روایت میکنه؟ باز هم در زیر ژانرهایی که داره محتوایش چیست؟ روایتش چیست؟ چه موضوعات را حمل میکنه؟ چه موضوعات را حمل نمیکنه؟ چقدر سفارشی است؟ چقدر مردمی است؟ و چقدر میتونه بار محتوای قصه ها و روایت های سینمای افغانستان چقدر بار سیاسی داره، چقدر بار فرهنگی داره، چقدر بار اجتماعی داره، چقدر به کودکان پرداخته شده، چقدر به نوجوانان پرداخته شده، چقدر به تاریخ این سرزمین پرداخته شده. بعد صحبت میکنیم راجع به رابطه سینما با دین، فرهنگ و محافظه‌کاری. چقدر سینمای ما که ما به هر حال چه بخوایم چه نخواهیم، چه خوش ما بیاید چه خوش ما نیاید، ما یک کشور در واقع بیشترین وزنه فرهنگ ما فرهنگ دینی است. ما یک کشوری هستیم که بیشترین
ارجاعات ما، ارجاعات حقوقی ما، حقیقی ما، اجتماعی ما، همه چیز ما به دین به هر حال یک لینک و یک ارتباط داره. چقدر ای در سینمای ما تبلور کرده، چقدر در سینمای ما نشان داده شده. بعد بخش دوم که صحبت میتونیم بکنیم در مورد پس منظر سینمای افغانستان است که البته سینمای افغانستان هنوز یک قرن از عمرش نگذشته، نیم قرن و 2 سال گذشته، یعنی 52 سال گذشته از سن سینمای افغانستان. در این 52 سال چه اتفاقی، چه بدبختی هایی، چه خوشبختی هایی، چه فراز و فرودی بر سر سینمای افغانستان آمده و نقش سینما در تاریخ سیاسی در همین نیم قرن در تاریخ سیاسی افغانستان نقشش چی بوده؟ عملا چه نقشی را بازی کرده؟ چرا که سینماها همیشه نقش‌های خاص خودشان را به عنوان ابزار که میتونه تصویر و صدا را در اختیار خود قرار بگیره میتونه خیلی در واقع تاثیرگذار باشه. و آیا سینمای امروزی افغانستان را میتوانیم با سینمای قبل از 2001 یک پیوند بدیم و چه رابطه‌ای وجود داره؟ خب یک ذره بحث ها اولین بار است که ما یک ذره بحث ها رو خیلی اختصاصی میکنیم، بیشتر به چی نیست میریم و امیدوار هستیم که حوصلتان سر نره. هر کشوری، هر سرزمینی که بر روی کره خاکی وجود داره و برای نقشه گرد زمین وجود داره، حتی اگر 1 متر جا را گرفته، حتی اگر هزاران متر جا را گرفته باشه، هویت برای خودش داره. هویتش زبانش است، قومیت ها و مردمانی که در او زندگی میکنن، فرهنگ های خرد فرهنگ ها، کلان فرهنگ هایی هست که در او سرزمین وجود داره. هویتش رو هویت سیاسیش داره، هویت اجتماعی داره، هویت اقتصادی داره، هویت فرهنگی داره. چرا؟ و اگر ما از بحث های دیگه و ابعاد دیگه بگذاریم در مورد سینما، حتی هویت سینمایی داره. شما یک فیلم هندی را از همین 80 فرسخی هم ببینین میفهمین که فیلم هندی است. یک سری نشانه ها داره، لباس پوشیدن هایشان، لهجه های گپ زدنشان، زبانی که درش صحبت میکنه. حتی اگر او زبان مثلا انگلیسی باشه و انگلیسی باشه، بازم شما میفهمین فیلم هندی است، به خاطر لهجه‌ای که داره، به خاطر در فیلم های هندی همیشه در بیشتر، حالا اگر از جنبه تجارتیش بگذاریم، در فیلم های بومی هندی شما همیشه رنگ میبینین، لباس میبینین، غذا میبینین، ادویجات میبینین، رسم و رسومات دینی میبینین. حتما یک گاوی را از فیلم یک جای تصویر میبینین رد میشه. به هر حال یا یک کس، همه اینها هست. یا ببینین اینها هم این شکل و شمایلی که شما از یک فیلم میبینین در واقع نشان میده که این فیلم متعلق به یک کشور است، متعلق به یک سرزمین است و این هویت در واقع هویت بیرونی او فیلم را نشان میده. اما علاوه بر هویت بیرونی ما یک هویت درونی داریم، یک هویت محتوایی داریم. متاسفانه هویت سینمای افغانستان تحریف شده، هویت سینمای افغانستان سفارشی شده. برای سینمای افغانستان هویت ساخته شده، هویت سفارش داده شده و او هویت خواسته میشه. هویت سینمای افغانستان فقر است، خشونت است، جنگ است، نداری است، زنستیزی است، کودکان فقیر و گدا در خیابان هاست، خانه های گلی است، مردمایی که اصلا نان خوردن ندارن، مردمایی که انگار هنوز در قرن حجر و در دوره سنگ و کلوخ و این چیزا زندگی میکنن. اصلا و ابدا توقع ندارن که هویت محتوایی سینمای افغانستان چیزی فراتر از این باشه. مثال براتون میزنم. آمریکا، ما فیلم خودم را نشان دادم در کالیفرنیا، در میل ولی. در فیلم ما تقریبا چند ماه پیش، یک سال هم کمتر، در فیلم ما هر سه زن، حوا، مریم، عایشه، هر سه زن تلفن دارن.
یکیش یا تلفن بسیار خرد داره، یکیش آیفون داره، یکیش سامسونگ داره، بالاخره تلفن دارن. این تلفن یکی از نشانه های روایی فیلم است. در واقع بعد از اینکه فیلم تمام شد و در فیلم ما اصلا راجع به فقر نیست، راجع به مردم عادی است، مسائل عادی را، مشکلات سه زن است که مسائل عادی که در مورد بارداری را حل میکنن. سوالی از یک خانم آمریکایی گفت که مردم افغانستان هم مگه تلفن دارن؟ زنای افغانستان مگه میتونن با تلفن حرف بزنن؟ چرا در فیلم های شما فقیر نیست؟ اینا که دارم برنج، ما یک صحنه دارم که قابلی رو میپزن، باز قابلی رو میکشه، باز دودش میره. مگه این غذاهای رنگارنگ میخورن؟ به عینه از ما پرسیده شد. این تصور او خانم شاید، ولی تصور حداقل اقراق نکنم 80% مردم دنیا در مورد افغانستان و سینمای افغانستان و تصویر و روایتی که از افغانستان میآید بیرون هست، در حالی که آنها نمیدانند افغانستان 34 ولایت داره، بیش از میشه گفت که 5 یا 6 کلان قومیت داره و بعد زیر قومیت های خرد از زبان، کلان زبان ها داریم، جنوب داریم، شمال داریم، شرق داریم، غرب داریم، کوچی داریم، نمیفهم هندو داریم، نمیفهم همه اینا هیچ کدام نمیفهمن. اینا تصور میکنن تمام کابل، تمام افغانستان در کابل است و هر اتفاقی در کابل میفته در واقع اون نشانه افغانستان است. این تقصیر کیست؟ این هویت کاذبی که از افغانستان آمده و باعث شده که به دنیا هم انتقال پیدا بکنه، این تقصیر کیست؟ چرا امروز بزرگترین کمپانی‌های فیلمسازی، بزرگترین تهیه کننده ها فقط زمانی روی فیلمی از افغانستان سرمایه گذاری میکنن که یک سری نشانه های شاخص شده در او دیده بشه، انفجار دیده بشه، بمب دیده بشه، زن لط کنین. همه افغانستان های، تمام مردای افغانستان زنایشان هم میزنن، ما زنایی هم که مردایشان هم میزنن و یک ذره میخندانم میتونم به خاطر اینکه بحث چیست. خب آیا همه مردم افغانستان بیش از 30 میلیونی که اینجا زندگی میکنن در شهر و روستا، آیا همه اولادایشان در سرکا میفرستن گدایی بکنن؟ آیا تمام زنای افغانستان برقع میپوشن؟ آیا چیزی به اسم زندگی مدرن ما نمیفهمیم؟ آیا همه ما روی فرشای پاره پاره و پرده ما معلوم نیست که پرده خانه های ما معلوم نیست از کدام طرف باد میوزه؟ یعنی اونجوری است؟ نه. ببینین، مسئله هویت خیلی مهم است، هویت سینمایی، به خاطر اینکه سینمای یک مملکت دریچه ورود به اون مملکت است. یک قصه ما، یک گفتگویی را میگم، خیلی جالب بود و او رو هیچ وقت من فراموش نمیکنم. اگر یادتان باشه پارسال یک گفتگویی بود که آمریکا شاید به ایران چی بکنه، حمله بکنه. یک چیایی بود، یک قصه بود که شاید به ایران حمله بکنه. من در یک جشنواره بودم، یک آمریکایی بود، یک چند تا کارگردان آمریکایی بود، 2 تا کارگردان ایرانی بود، من از افغانستان بودم و یکی گپ سیاسی شد. برگشتن گفتن که و ما خانم گفتن که گفت که ما همه ترس داریم که به هر حال آمریکا به ما حمله بکنه فلان و آن. برگشت گفت که نگران نباشین، به این زودی ها نمیتونه به شما حمله کنه. گفت چرا؟ گفت چون شما سینما دارین. گفت از طریق سینمای شما دنیا شما را شناخته. وقتی فیلمی میره اسکار میگیره، عملاً میفهمین تمام دیستریبیوترها، خریدارای فیلم او را میخره و تا تمام دنیا پخش میشه. شما در یک جای در آنگولا در سینمایش میرین، جدایی نادر از شیمین یک کارگردان ایرانی را میبینید. سینمای یک مملکت یکی از دریچه های ورودی به فرهنگ یک مملکت است، به قصه های یک مملکت است، به روایت یک مملکت است. کشور بی سینما کشوری هست که دریچه اصلیش بسته است، دریچه های فرعی که از دزدی و فلان چی بیاید باز است. بنابراین هویت سینمایی ما چیست؟
هویت سینمایی ما از فرهنگ مردم پشتو زبان ما میاد. از فرهنگ مردم هزاره ما میآید. از فرهنگ مردم ترکمن ما میآید. از ترک ها فرق میکنن نه؟ ازبک ترک تبارها. از ازبک های ما میآید. از تاجیک های ما میآید. از نمیفهم شمال ما میآید. همه اینها درست است که قومیت گرایی، تفاوت زبان ها در سیاست میتونه بسیار فریبکار باشه، اما در هنر و در سینما میتونه چی بهترین گوهر باشه، بهترین سرمایه باشه. قصه چیست؟ ما دنبال قصه میگشتیم. من براتون میگم، من در زندگی نمیفهمیدم که در بغلان یک مشکلی است. من یک آقای رو گفتم آقا جان ما از یک منطقه میخوایم شما برای من قصه بیارین. گفتن که در بغلان یک روستایی است، یک قریه است که این قریه در بین خط بین طالب و دولت افتاده. 6 ماهی قریه طالب است، 6 ماه دیگه دولتی است. با توجه به وضعیت زمینای گندمی که کاشته میشه را 6 ماه مثلا به دل طالب میکاره، 6 ماه به دل دولت میکاره. اینی قصه است. این قصه است. قصه دیگه زمان جنگ است، تمام مردای یک قریه میرن و قریه میمانه و زمینهای ورزشی زمینهای کشاورزی میمانه و زنهای منطقه پیر و جوان. خب چی میکنن؟ زنها تمام محصولات یک سال را خودشان با یک استراتژی با یک ارتباطاتی تمام محصولات منطقه را تا آمدن مردهایشان چیکار میکنن؟ نجات میدن و در واقع نمیگذارن که منطقه از لحاظ زراعتی سقوط کنه. این قصه است. در قندهار فکر میکنیم بیشتر انقلاب هایی که بعداً در قندهار شد به خاطر 2 تا زن بود که ظاهر شاه آمد اعلان کرد شما از فردا میتونید رویلوج برین. 2 تا خانم رویلوج آمدن در قندهار. بعد چی شد؟ انقلاب ها شد. این قصه است. و خیلی چیزهای دیگه که در این منطقه من خبر ندارم. حتما پدرای شما، مادرای شما، خانواده های شما، پدرکان، اینا همه قصه است. چرا اینها فیلم نمیشه؟ چرا اینها دریچه هایی برای ورود به فرهنگ افغانی نمیشه؟ به فرهنگ بسیار رنگارنگ افغانی نمیشه؟ به خاطر اینکه نمیخواین. بیاین صادق باشیم، نمیخواین. چرا؟ که سینمای ما، هنر ما، روایت ما، قصه ما فدای چی شده؟ فدای بازی های بزرگ سیاسی شده. میخواین ما بدوی معرفی شویم، میخواین ما عقب مانده معرفی شویم، میخواین همیشه انسان افغانستان همیشه انسان عقب مانده قریه باشه، ولی خبر ندارن که اینجا فرجی هم کار میکنه. خبر نداره که خیلی اتفاقات دیگه میفته. پس ببینین هویتی که برای سینمای افغانستان فعلا در حال حاضر تعریف شده خودی نیست، بیگانه است. زمانی هویت خودی میشه که فیلمساز افغانی ما، فیلمنامه‌نویس افغانی ما، قصه‌گوی افغانی ما، سرمایه گذار افغانی ما، تاجر افغانی ما، کسی که در عرصه فیلم سرمایه گذاری میکنه چی بکنه؟ بیایه واقعا سرمایه گذاری بکنه و اجازه بده که قصه ها گفته بشه و در واقع صنعت سینما اینجا رونق بگیره. صنعت سینما در کنار هنری بودنش و در کنار تجاری بودنش و ما مثل اینکه فرش خود صادر میکنیم، مثل اینکه جلغوزه خود صادر میکنیم، مثل اینکه نمیفهمم سگ خود صادر میکنیم، پشک خود صادر میکنیم، سینمای خودم به بیرون صادر بکنیم و از او طریق دریچه جدیدی را به روی افغانستان و قصه های افغانستان و هویت سینمای افغانستان باز بکنیم. شاخص هایی که سینمای افغانستان از سینمای کشورهای دیگه مجزا میکنه، من در گپ قبلی هم گفتم. افغانستان میگن همیشه جنگ زده است و فقیر است، پس باید این جنگ زدگی و فقر حتما چی بشه؟ نشان داده بشه.
قصه جالبی که هست این هست که بسیاری از فیلمسازای ما، مخصوصا فیلمسازای جدی ما، یک نسل این شاخصه ها را دنبال میکنن، این شاخصه ها را ازش اطاعت میکنن، به خاطر اینکه نمیآیند دل بسوزانند به قصه و روایت جدید و نوینی از مردم افغانستان، بلکه میخواین دل خوش کنن، دل یک سری را خوش کنن. عرصه سینما عرصه بسیار عجیبی است. عرصه است که در عرصه سینما شما همیشه یک طمع مشهور شدن دارین. شما هر چقدر بیشتر دیده بشین به همان اندازه بیشتر خریدار دارین در سینما. خب درست است که سینمای هنری و سینمای مثلا میشه گفت که فلسفی و سینمای نمیفهمم بسیار عمیق او فرق میکنه، اما در کلیت سینما یک صنعت و هنری است که شما هر چقدر بیشتر خودتان تبلیغ بکنین به همان اندازش کالای خریدنی تری هستین. به همون خاطر ما اهالی سینما بسیار خوش هستیم که راجع به خود ما بسیار زیاد صحبت کنیم. ببینین فیلمسازای ما هم رحم نکردن به قصه های ما. من کاری به قبل از 2001 ندارم. در 18 سال اخیر هر روایتی که از افغانستان بیرون رفته، حالا چه فیلمساز افغانی او را ساخته باشه چه خارجی ساخته باشه، روایتی است که باز هم میگم تاکید میگم خودی نبوده، سفارشی بوده. خب هر که نان دهد فرمان دهد. آنها پول دادن، شما باید به همون چی بسازین، به همون سبک و سیاق و سلیقه باید بسازین. آنها شما وقتی میرین پیتزا میخورین، پیتزا داخلش پیاز نداشته باشه، نمیفهمم گوشت کم داشته باشه، فلان داشته باشه، چی به خاطر اینکه یک 200 یا 300 افغانی پول میدین، میخواین پولتان حداقل به دلخواهتان باشه. شما فکر کنید یک کسی که 1 میلیون یورو یا 1 میلیون دلار مصرف میکنه یا حداقل 13000 دلار یا 14 یا ببخشید 300,000 دلار، 700,000 دلار، 2 میلیون دلار خرج میکنه، خب توقعش بالا میره. او میخواد به همون اندازه که سرمایه گذاری میکنه به همون اندازه سود بکنه. بنابراین شاخصی هم که در سینمای افغانستان وجود، شاخصایی که اونا مشخص میکنن. ما در داخل افغانستان سیستم تهیه کنندگی نداریم. تنها اداره سینمایی افغانستان که افغان فیلم هست درگیر چیست؟ درگیر بیروکراسی اداری است. آنقدر دست و پایش بسته است که تا میخوای خودت تکان بده از یک جای دیگه فلج میشه. بنابراین ما نمیتونیم بگوییم که یک دولت شاخص مشخص میکنه، شاخص سینمایی مشخص میکنه. یک دولت فقط یک قسمتی از سرمایه را سرمایه گذاری میکنه که شما سینمای خودی را در واقع به وجود بیارین. ولی بخش اساسی که میتونه سرمایه گذاری بکنه سکتور خصوصی است. مثل یک تجارت است. سینما در کنار هنر، در کنار فرهنگ یک تجارت است. در همه جای دنیا برین، دور نرین، به همه هند برین، چقدر سالن سینماهای عجیب غریب که چوکی‌ها را که دراز است، که خو کن فیلم ببین، که بلند شو فیلم ببین، که نیمه بشین فیلم ببین، که نمیفهم پاپ کورن این همه امکان فقط میگه تو فیلم ببین. ما همه اختیارات همه امکانات میذاریم، تو فقط لطفا همین فیلم ما را ببین. به خاطر چیست این همه سهولت ایجاد کردن؟ به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه اون تیکت فروخته بشه و اون فیلم دیده بشه و از اون سرمایه برگردانده بشه به جیب تهیه کننده، پخش کننده. شما فکر کن شما دوست داری که 200 افغانی بدی بری سینما پارک فیلم ببینی؟ ابدا. بوی چرس است، بوی دیگه چیزای دیگه هم است، فضا نداره، فیلم خوب نشان داده نمیشه، پروژکتور خوب نداره، صدا نداره، فضاش کثیف است و و و و و و چرا؟ من یک بار در کنار و یک سوال دیگه دارم. من یک ذره مزاح هم میکنم، یک ذره شوخی میکنم، شما بخندین چون یک ذره فضا هم چی میشه، ولی میگه همیشه طنز 40% راست است. خب
18 سال سرمایه گذاری شد در افغانستان، 19 سال شد تقریبا، میلیون ها دلار به هزار بهانه و تحت نام هر پروژه آمد. آیا 2 تا سینما ساخته نمیشد؟ نمیتونستن بسازن؟ 2 تا سالن سینما آیا چقدر مثلا پول میشد؟ 200,000 300,000 400,000 500 نهایت 1 میلیون دلار. این همه آمده بود. در این بخش چرا نشد؟ یکی در این بخش چرا کادر تربیت نشد؟ چرا نسل جوان با کارگاه‌های آموزشی سینمایی کامera این رقم است، اینی کلید این طرف فشار بده، این او طرف فشار بده، لانگ شات این رقم است، فلان این رقم است، فقط به امینا ساعت شانتر شد رفت تمام شد. چرا اصولی یک اینستیتوت سینمایی غیر انتفاعی چی نشد؟ پایه‌گذاری نشد؟ چرا خود دولت افغانستان در این بخش سرمایه گذاری نکرد؟ چرا؟ همه این چراها همچنان که در ذهن شماست در ذهن من هم هست. به خاطر اینکه من احساس میکنم جامعه‌ای که دارای فرهنگ غنی و ارزشمند باشه، او جامعه شناختش نسبت به خودش بسیار بسیار زیاد میشه و نمیگذاره که یک فرهنگ بیگانه به او چیکار بکنه؟ تجاوز بکنه. الان دفاع ما بیشتر دفاع لفظی و دفاع در واقع فیزیکی است. ما دفاع اندیشه‌ای نمی‌کنیم. ما دفاعی که با تفکر و منطقی باشه نمی‌کنیم. دفاع با منطق و با تفکر از افغانستان، از فرهنگ افغانی، از همین کشور، از همین سرزمین چیست؟ مقاله های تحقیقی بدیم بیرون، کارهای هنری بدیم بیرون، اثر هنری بدیم بیرون، نقاشی بدیم بیرون، مجسمه سازی بدیم بیرون، سینما بدیم بیرون، موسیقی بدیم بیرون. این هاست. گفتمان بدیم بیرون، کنفرانس ها بدیم بیرون، سمینارها بدیم بیرون. جوانان باید گفتمان کنه. ما چقدر بیرون میدیم؟ هیچی. ما فقط اگر کسی ما رو گفت که افغان ها فلانن، شروع میکنیم به دو زدن، یا ادبی یا غیر ادبی، اصلا ربطی نداره. ولی میگه خب شما که دو زدی، حالا بعد از دو زدن چی داری تقدیم میکنی؟ هیچ چیزی نداریم. من از شما میپرسم چقدر فعالیت فرهنگی در اون مناطقی که هر کدام شما که شرق، غربی، کابل زن، چقدر فعالیت فرهنگی انجام میشه؟ نمایشگاه چقدر رفتین؟ و من یک سوال میکنم، نمایشگاه نقاشی در فکر کنین که کرونا هم بگذر، در یک سال اخیر چند تا نمایشگاه نقاشی رفتین؟ رفتی؟ آره شخصی من که زیاد رفتم. کتی آرتلار رفتیم مزار شریف. نه اون مزار شریف آرتلور رفتی؟ نه نمایشگاه نقاشی. ولی خوب کردی. ولی نمایشگاه نقاشی که از هنرمند، از یک هنرمند داشته باشید. چقدر نمایش فیلم دیدیم؟ چقدر گفتمان داشتیم؟ سینما چقدر رفتیم؟ چقدر سینما رفتیم؟ در 18 سال چند بار سینما در افغانستان رفتیم؟ زیاد. به جز اینکه در موبایل و خانه هایتان دیدیم سینما نمیشه، در پرده عریض. مکتب چقدر از مکتبتون گریختین رفتین؟ این مورد سینما صدق داره. صدق میکنه. سینما که پاپکورن داشته باشه خلاصه. ببینید اینا همه اینو نشان میده که ما میلنگیم در یک جایی، ما فلجیم در یک قسمتی. ما هنوز در کشور ما میفهم فرهنگ چی میگن؟ چطور هستی؟ خوب هستی؟ جان جور است؟ خانواده خوب است؟ خاله جان خوب است؟ اینا نیست، این فرهنگ نیست، یا آداب معاشرت است. میگه ما بسیار آدمای با فرهنگ هستیم. خب فرهنگتان چیست؟ آداب معاشرت ما در افغانستان با فرهنگ اشتباه گرفتیم. آداب معاشرت از تربیت خانوادگی ما میاد. اما فرهنگ یک چیز هم اجتماعی است هم فردی است. کتاب خواندن ما و ببینین، بنابراین ما شاخص خودی نداریم، شاخص بیگانه شده داریم. برای شاخص خودی کردن، یعنی خودی کردن شاخص سینمای افغانستان، شما باید از درون خودتان بجوشید. اولادتان خودتان تربیت کنید بهتر است یا همسایه؟
تربیت کنی حداقل میفهمین دوز نمیبرایه. همسایه که تربیت کنه ممکن است که دوز برایه. این هم در مورد سینماست. خودت روایت کنی با دلسوزی روایت میکنی، با جزئیات روایت میکنی، با وسواس روایت میکنی، با یک نوع عرق و حس و غیرت و هر چی که نامش میمانی روایت میکنی. قصه سرزمینت است. خودی که غیر خودی که روایت کنه هر رنگ و لعابی که بده برش میته، مقصد سود بیاید، مقصد دیگران خوشحال باشن. محتوای محوری سینمای افغانستان چه بود؟ باز هم این برمیگرده به همون صحبت‌های. محتوای ما محتوای جنگ است. محتوای ما محتوای زنستیزی است، بدبختی است، سیاهی است. محتوای ما هیچ وقت محتوای خنده نیست. محتوای رنگارنگی این سرزمین به این زیبایی نیست. به خاطر اینکه 99.99% مغز انسان افغانی را منفیگرایی گرفته. جامعه این رقم است. ما یک بحثی داشتیم دیروز با رسانه ها که مثلا طالب بیایه رسانه ها چی میشه. من یک حرفی را گفتم به بسیاری هم برخورد. من گفتم که اگر طالب امروز زیاد طالب میکنه به خاطر یک قسمتش به خاطر رسانه هاست، به خاطر اینکه هر خبر و هر چیز هر انفجار در بغل یک درخت شد شما رو او رو بزرگترین انفجار جلوه دادین. شما بسیار گسترشش دادیم، بسیار برش پروبال دادیم، بسیار یک فیگور فربه و چاق برای طالب جور کردیم. جان؟ نه تحریم نکردیم، به خاطر این خبرهایتان باید چی بشه. اما حکومت بدبخت اگر آمد یک باغ هم ساخت شما او رو درخت هم ندیدین. مسئله حکومتی فکر نکنین چون در حکومت کار میکنم، نه. ما اگر هرچی ببین این همه سد ساخته شد، راه ساخته شد، مکتب ساخته شد، پانتون ساخته شد، کافی شاپ ساخته شد، حوض آوازی مردانه ساخته شد، کافی شاپ ساخته شد، هر چیزی که بگی ساخته شد، خب کسی خبر نشد. 1 جی بود، 2 جی بود، 3 جی بود، 4 جی شد، بخواه LTE شد. LTE چی هست؟ Unlimited شد. خب ولی کسی چی نشد، انعکاس ندادین. آزادی بیان را چیکار کردین؟ بسیار 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 از طرف دیگه استفاده کردین برای تخریب نمو حکومتی که یا نیمی دولتی که برای شما آزادی بیان داد. معلوم است دیگه طالب میآید چی میشه. حالا برای ما خط و نشان مشخص میکنه. حکومتی که به هر حال بعد یا زشت یا هر رقمی که هست، من طرفدار مثلا دارم خیلی چی میکنم به خاطر محتوا محوری سینما. ما فقط منتظر هستیم رئیس جمهور یک مملکت. ما کار به اون ندارم رئیس جمهور خوب است، بد است، فلان است، هیچ کاری بهش ندارم. ما فقط در تمام گفتگوهای یک رئیس جمهور اخیر ما منتظر هستیم چی اشتباه میکنه. اما اشتباه که شروع میکنیم دیگه بدبخت اصلا از کردش پشیمان میکنه. بنده خدا مثلا آمد جوانان گفت شما جوانان نسل فلان چنان اون رو بیاب کردن که فراموش کردیم که دمی 5 سال اخیر این جوانا بیشترین فرصت پیدا کردن. اما من بدبخت اگر در حکومت‌های قبلی بود به خدا اگر رئیس افغان فیلم می‌شدم. ما از یک پروسه رفتیم. ببینین همه اینها رو برای چی میگم؟ من نمیخوایم مثلا خدا نکرده بیایم وارد مسائل سیاسی. محتوای سینمای افغانستان محتوای پر از منفیگرایی است. فقط میخوایم بگیم که چقدر ما جامعه بدبختی هستیم، در حالی که ما یک جامعه هستیم که بیشتر از 60% فکر کنم جوان هستیم. بیشتر از یک جامعه ارزش محور هستیم. ارزش ها شاید از لحاظ مثلا بسیاری ها چی باشه، یک نوع نگاه عقب ماندگی و سنتی باشه، اما ارزش ها هستن که یک جامعه را از انحطاط و از ویرانی اخلاقی نجات میده. حالا که ارزش دینی است یا غیر دینی است، ما ارزش های انسانی را میگیم.
این جامعه پر از ارزش‌های انسانی است، ولی ما هیچ وقت او را انعکاس دادیم در قصه های خود، در داستان های خود، در سینمای خود. سینمای ما چیست؟ در 18 سال پیش چی بوده؟ همه به من میگه تو چرا صدا بلند میکنی بر علیه سلیم شاهین نامی؟ ما او را سینمای سلیم شاهینی میگم. اون بنده خدا خودش آدم خوبی است. سینمای ما رقص است، آواز است. تمام مشکل افغانستان با عاشقی یک پسر و دختر بند است و 2 تا پراندن. خب معلوم است خانواده ها نمیمانن اولادشان برای چنین فیلمایی را ببینن. او دختری هم که دختر فیلم است اما رو مقبول هم انتخاب نمیکنه که آدم دلش بگه که خب بچه لباسش با کاوشش نمیخوره، کاوشش با مویش نمیخوره، یک نصف موی زرد است، یک وضعیتی است. حالا من شوخی میکنم ولی کلا میفهمین محتوای محوری سینمایی ما آن چیزی که واقعا در داخل افغانستان است نیست. من بعضی روزا صبح زود قدم میزنم به خاطر من آدم امین نوع فیلم سازیم، مشاهده ابزرو میکنم. صبح زود میرم در سرکا اینا میرم، یک لباس خیلی نرمال میپوشم میرم یک دوربینم دارم، از کل عکس میگیرم. یک چند صبح است که یک آقای را میبینم یک بایسیکل داره، همیشه پشت بایسیکلش 3 تا یخ کلان میذاره. باز یک چند روز است این رو دنبال میکنم که این بالاخره یخها رو کجا میبره. شما اگر تخیل داشته باشید، اگر کتاب زیاد بخوانید، اگر قصه پرداز باشید، خود امی آقایی که بایسیکل ساعت 4 صبح با 4 تا یخ پشتش میبره از کارت نو میاره به کارت نمیفهمم سخی، البته به کارت سخی نمیاره، به شارنو میاره. خب میاره، خود این داستان است، خود این جامعه شناسی است، خود این روان شناسی است، خود این قصه است. چی میشه که این از تمام شغلای دنیا، حالا ما نمیگیم مجبوری، و انقدر هم لذت میبره، شعر هم میخونه، تازه با صدای بلند شعر میخونه. یک بایسیکلش هم خیلی بازی آب چک چک میکنه، بازی آب که چک چک میکنه. ما هنرمندا هر چیزی که او چک چک کنه او شاعرانه میبینیم، فکر میکنه بسیار شاعرانه است، در حالی که او خو او چک چک او یخ آب میشه. ولی ما هنرمندا فکر بسیار شاعرانه، ما تک تک عکس میگرفتم. ولی این قصه است. خیلی قصه در این مملکت نهفته که متاسفانه داستان نویس ما نمی نویسه، شاعر ما راجبش نمیگه، فیلمساز ما راجبش نمی سازه و اهل تحقیق و خبرنگار ما هیچی راجبش نمیگه و این قصه ها یک روزی میمیرن به خاطر اینکه قصه های ما شفاهی هستن بیشتر و قصه های یک سرزمین هویت یک سرزمین است. شما به هر حال با مادر کلانا و پدر کلانایتان نشستین صحبت کردین، از طریق قصه های اونا فکر میرسین که چی اتفاقاتی در گذشته در خاندان شما افتاده. پس ببینین یکی از راه های تغییر در محتوای سینمای افغانستان، داستان افغانستانی است که از دید بسیار ترحمگونه به خود ما نگاه نکنیم، از دید انسانی به خود ما نگاه کنیم، از دید بشری که در میان این 30 و چند میلیون زندگی میکنیم، منحصر به فرد هستیم و داستان منحصر به فردی داریم که بگیم. بعد مثل داستانگویی هم مثل ریاضیات و فیزیک فرمول داره برای اینکه جواب بتنه، باز فرمولش رو یاد میگیرین و فیلم میسازیم. این هم خودش یک داستان است. دیگه این محتوا با سیاست و فرهنگ جامعه کشور چه ربطی دارد؟ به نظر من سینمای فعلی افغانستان بجز سینما، ببینید یک سینمای خیلی یک بدنه سینمای خیلی خرد است به نام سینمای مستقل در افغانستان است که یک سری فیلمسازا در واقع فیلم‌های ارزشمندی می‌سازن که در جشنواره‌های بین‌المللی شرکت می‌کنن، جوایز می‌برن که یک 5-6 سال است که راه افتاده.
بیشتر فیلم سازایی هستن که در بیرون درس خواندن یا در داخل در کورسای خیلی پیشرفته سینمایی رفتن. ما این قسمت هم میذاریم کنار، اونا اقلیت هستن، اقلیت سینمایی هستن. اما در کل امی سینمای ما چه چیزی از فرهنگ ما را میگه؟ چیزی میگه؟ کی فیلم سلیم شاهین دیده؟ یک دونشه. اینا ببین چی از فرهنگ ما نشان میده؟ شخص خودمون بیشتر می‌بینیم که تعجب می‌کنیم، یعنی یک چیزی عجیب غریبه بیشتر لذت. سورئالیست نه، یک ذره غیر واقع غیر واقع. خب از سیاست ما چی؟ ما ببین، ما از لحاظ سیاسی یک فضای جالبی برای کمدی داریم که اصلا فکرش نکنیم، برای ژانر کمدی. اصلا خود سیاست ما کمدی است که لباس جدی پوشیده، ولی شما انقدر زیبا میتونین در یک فیلم نمایش بدین که خود سیاستمدار خود شرمنده بشه، از فردا دیگه او کارو نکنه. کارگردان اگه لط نخوره. نه، کارگردان لط نمیخوره. ما این کارو داریم میکنیم. ما افغان فیلم با اینکه دولتی هم است، برای اولین بار داریم، میشه گفت بعد از فیلم اختر مسخره که ساخته شد، ما اولین فیلم بلند سینمای ژانر کمدی میسازیم. ما تصمیم گرفتیم که آقا جان ما را بیزار از همین فیلم‌های جدی، بیاین مردم رو بخندانیم. و تمام فیلم هم در یک کوچه اتفاق میفته. اسم کوچه هم معروف است به کوچه حمام زنانه. در مورد 5 تا پیرمرد است که در سماوات میشینن و روبروی سماوات یک حمام است، ولی تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، همه چیز در این 5 نفر ما خلاصه کردیم. خب به سر ببینیم، ما ایرا دادیم به سینماگرای قدیمی، گفتیم شما پیشکسوت هستین، شما در شهر میرین، بازار میرین، سماوات میرین، میشینین، چی میکنین؟ امیر فیلمنامه‌شو بنویسین لطفاً. میفهمین چی نوشته بود؟ هندی زدن است و که کندن است و که دختر از حمام میآید. من گفتم آقا جانی، حمام زنانه این استعاره است، این کنایه است، این نیست که تو زن از حمام بیای تو رو بزنی باز پلیس میآید مثل فیلم‌های هندی. ما مجبور شدیم که این را کاملا چیکار بکنیم؟ تغییر بدیم. ببینین سینما خیلی راحت میتونه سیاست چیکار بکنه؟ نقد بکنه، هم جدی هم از لحاظ کمدی، ژانر کمدی. خیلی سیاست میتونه اوضاع اقتصادی را نقد بکنه، اوضاع اجتماعی را نقد بکنه. خیلی راحت میتونه آینه تمام نمای اشتباهات یک جامعه باشه، اشتباهات تاریخی یک جامعه باشه. پانیپت ساختن ایندیا، میلیون ها دلار سرش خرج کردن. افغان ها اینجا خود کشتن که چرا شما پانیپت ساختین. خب برادر من، خودت چرا نمیسازی داستان خودت؟ پادشاه ما برای ما پادشاه و قهرمان است، ممکن است در یک سرزمین دیگه تجاوزگر باشه. ما نمیتونیم به مردم بگیم که ببین چون در مورد مثلا یک افغان میسازی پس باید تو رو بسیار قهرمان نشان بدی. ممکن است اما افغان در اون سرزمین خوب سمسایی خرابی کرده باشه. ما همیشه یک مثال میزنم، خب خیلی ساده. پدرای ما برای ما اولادا بهترین پدر دنیا هستن، اما برای مادرای ما گاهی بدترین شوهر دنیا هستن. یا همیشه یادتون باشه. خیلی ساده براتون میگم. هیچ نه، ما پدر خودم میپرستیم ولی میدیم مادرای ما بخی جنگ جهانی دوم با پدرای ما دارن. قصه ای نیست. هر کسی از منظر خود میبینه. چرا نمیایین نمیسازین؟ خب آمدن به ما به افغان فیلم اعتراض کردن. من بدبخت که از 1 سال است آمدیم، تمام بدبختی های سینمای افغانستان در تمام 52 سال، خوب است 52 ساله نیستم وگرنه نابودم میکرد، سر من بدبخت انداختن. تو چی کار کردی برای سینما؟ آقا من در 1 سال هیچ کار نکردم، من بانین. ولی ببینین میگه تو چرا فیلم نمیسازی؟ گفتم خب برادر من، خواهر من، مادر من، 1 میلیون دلار که بده.
که من بیایم پانیپت باش یک چی بکنم، یک رقابت بکنم. من با 350,000 افغانی چند میشه؟ 350,000 افغانی؟ نه نمیشه، کمتر. 5,000 دلار ما بیام با پانیپتش 10 میلیونی خود بزنم. اورم چقدر من تا برم زاری کنم بگم ببخشید می پول بدین، پانیپت بیخی رفته مسیر خودش، یک پانیپت دومم چی شده. ما مشکل داریم، در سیستم مشکل داریم، در سرمایه گذاری مشکل داریم، در دید مشکل داریم، در همه چی. ما تاریخ خود ثبت نکردیم که محتوای تاریخی به وجود بیاریم و مردم خود به هر حال جوانان خود با تاریخ آشنا بکنیم. بنابراین محتوای سینمای افغانستان هم مشکل داره. رابطه سینما با دین، فرهنگ و محافظه‌کاری در افغانستان باید چگونه بررسی شود؟ هیچ گونه. به خاطر ما هیچ محصولی نداریم. شکر خدا یک چی شده، یک مودی الان شده در بین جوانای ما، مخصوصا اونهایی که پوانتون میخوانن، رشته های علوم انسانی را میخوانن. اولین کاری که میکنن حضورشون به هیچ کس نمیشه، به خدا میشه. من تو رو قبول ندارم. اول به اون بنده خدایی که هیچ کاری بهش ندارم، به اون خدا میرسه. در حالی که به نظر من روشنفکری انکار نیست، نوع دیگر تفکر است. انکار نیست، نوع دیگر دید است، نوع دیگر اندیشیدن است، نوع دیگر نگریستن به مسائل است، چه اجتماعی، چه روانشناسی، چه تاریخی. بیشتر فیلم هایی که دین محور بودن، نه در می اواخر که ساخته شده، فیلم های کوتاه، یا نماز هم مسخره کردن، یا مسجد رفتن هم مسخره کردن، یا ملا را مسخره کردن، یا خدا را مسخره کردن. نامش هم گذاشتن که ما روشنفکر، ما چی؟ نه. نگاه دینی، فرهنگی و یک فیلم این نیست که شما مسخره کنین، ایست که شما مشاهده کنین. و نظر من هیچ چیزی، من کار به دیگران، من به باورهای کسی کارم، هیچ چیزی زیباتر از یقین در دنیا نیست. چی را این رقم میپوشین، چی را این رقم، یقین در قلب است، ایمان در قلب است. هیچ چیزی زیباتر از ایمان در قلب نیست. و این ایمان در قلب شما آنقدر زیبا میتونین از طریق داستانهایتان نمایش بدین که نیازی نداره که حتما شما اونجا منبر مسجد نشان بدین. ولی ما چقدر نشان دادیم؟ جز این که در هر دو سو افراطگرایی کردیم. افراطگرایی جنگ به وجود میاره، مصالحه به وجود نمیآید. شما چه بخوایی، چه نخوایی، چه خوشت بیاید، چه خوشت نیاید، چه به مزاجت خوش به یک کشوری است که بر بنیاد دین و او هم دین اسلام داره میچرخه، تأثیر خودشو همه جا داره، در رفتار خانوادگی، در رفتار اجتماعی، در رفتار سیاسی، در همه جا. بعضی ها ابزاری استفاده میکنن ولی بعضی ها واقعا بهش باور دارن. خود چرا میره در دین خود، در فرهنگ خود کار نمیتیم که حداقل بتونیم با یک تیر دو نشان بزنیم؟ امی دین و فرهنگ و موضوع در سینمای خود نشان نمیتیم. بس میکنم. رفتم از ایرانیا پرسیدم خب شما هم این مشکل سینما رو مثل ما داشتین؟ وقتی که انقلاب شد سینما شما سقوط کرد، چون سینما سیستم شاهی بود و کاواره بود و رقص بود و بعد یک دفعه نظام تغییر کرد، جمهوری اسلامی ایران آمد، آخونده و ملاها آمدن، یک دفعه او سیستمش چی شده؟ سینمای لامصب شما برند شده در دنیا. گفت ما یک فیلم آزاد ساختیم، یک فیلم دینی هم ساختیم بغلش. گفت ما نیامدیم که رادیکال کار کنیم. گفت ما هر دو طرف چی کار کردیم؟ رعایت کردیم. هم به قول نسل جوان احترام گذاشتیم، هم به اون نسلی که مذهبی بود.
ولی چیزی که در سینمای افغانستان وجود نداره، من احساس میکنم چیزی به نام احترام و دین و فرهنگ و است. من نمیگم محافظه کار باشین. اتفاقا ما سینمای ما در منطقه بین کشورهای اسلامی سینمای خیلی آزادی است. ما سانسور نداریم. دو چیز فقط وجود داره که حق نداریم که از او چی بکنیم، پا فراتر بگذاریم. یکی به ارزش‌های اسلامی، یعنی به اسلام حد که حرمت نکنیم که دین ماست، و یکی به ارزش‌های ملی حد که حرمت نکنیم که به هر حال ارزش‌های ملی ماست. دیگه شما روایت کن، دعوا میزنی، رئیس جمهور، همسایه را، هر کاری میکنی، مقصد برو. ما از همین هم استفاده نکردیم. پس مشکل باز به کجاست؟ باز به خود ما برمیگرده. خلاقیت نیست، نوآوری نیست، مطالعه نیست، پژوهشگری نیست، مشاهدهگری نیست. از کوچک سینماگری که از لنکروزر بره با لنکروزر بره با لنکروزر بیای، او سینماگر نمیشه. سینماگری که بدتر از من کوریای بلند بپوشه تق تق بره، او نمیشه سینماگر. سینماگر باید مردمی باشه، در بین مردم بره، با مردم ببینه، با چای همو چای بدمزه سماوات چه میفهمم مندوی هم بخوره. من انقدر از این مندوی برنج لوک خریدم به خاطر این که همش نیاز داشت آقا رو یک چند بار دیگه ببینم، چون من در یک داستانم نیاز داشتم. شما مثل یک مردم شناس باید باشی، انسان شناسی که ببین، انسان شناسی میدانی که میرن با همه، با اقوام میشینن، با همه چی میشینن. یک سینماگر باید این رقم باشه. سینماگر باید داخل تاکسی بشینه، ملی بس بشینه، دیالوگ بشنوه. از فلسفه نمیشه آدم بیایه بنویسه که شوپنهاور گفت که آن از این. نه، غلام سخی چی گفت؟ محمد چی گفت؟ دین محمد چی گفت؟ نمیفهم یوسف چی گفت؟ زلیخا چی گفت؟ سکینه چاق چی گفت؟ اینا سینما رو میسازن. نیچه و میچه و اینا خیلی خوبه، خیلی جالبه، خب همه اینا، ولی اینا به درد سینما نمیخوره. سینما باید قصه بگه، قصه مردم بگه، قصه توریاله که مثلا یک تابلت جوش داده را به نام چی فشار میته 250 در حالی که ویتامین سی است. اینی سینما. سینما باید حس چیکار بکنه، جذب بکنه. وقتی میشینی واردش بشی، تکانت بده، خارج بشی از دنیای واقعی، بری و وارد داستان بشی. چقدر اینقدر فیلم ساخته شده در افغانستان در 18 سال گذشته؟ هیچی. فیلم می نویسم، من براتون میگم، یعنی ایده من بسیار ناب است. خب من خب به این ایده یک مثلا 200,000 افغانی دارم. نه، کم از کم 1 میلیون اگه ندی ایده ساخته نمیشه. در حالی که ایدهش هم نه سر داره نه ته داره، ولی ادعاش دیگه چی شده؟ گوش فلک را پاره کرده. سینما بسیار بسیار وابسته به اقتصاد است، اما نباید نگاه اقتصادی به سینما داشت. وابسته به پول است، سرمایه است، اما یک جایی باید یک جنون داشته باشی، یک دیوانگی داشته باشی. سینمای افغانستان به خاطر این رابطش با دین، فرهنگ مشکل داره، محتواش مشکل داره، شاخصش مشکل داره، هویتش مشکل داره، به خاطر اینکه هوس است و شوق است و ذوق است، آرمان نیست، رسالت نیست، دغدغه فکری نیست، دغدغه اندیشه نیست، دغدغه قصه گفتن نیست. چقدر پول میدی؟ امیر برات میسازم. نمیتی؟ خداحافظ، میرم برای یک کس دیگه میسازم. خب این بخش مسئله هویت سینمای افغانستان خلاص شد. ډیر ښه راغلاست، ډیر مننه چې واموریده، حوصله مو وکړه. ما شخصا ترې ډیر زیات خوند واخیست، ډیر زیات شیونه مو ترې زده کړه. ما تر یو ځای پورې نوټ واخیسته
بیا زه پوه شوم چې زه فکر کوم چې ممکن ډېرې خبرې رانه پاتې شي او منتظر یم چې ثبت زموږ نشر شي او هیله دا ده چې په دې باندې کار وکړو، نوي متنونه تولید کړو، د همدې مصاحبې نه د همدې خبرو نه نوي متنونه تولید کړو، دا متنونه ثبت شي په دغې کې لیټریچر کې ثبت شي، د افغانستان په فرهنګي ادبیاتو کې دا متون ثبت شي او راتلونکي کې 10 کاله وروسته 20 کاله وروسته که یو څوک د افغانستان د سینما په اړه تحقیق کوي یا غواړي چې د 2000 کال نه تر 2019 کال پورې د سینما د وضعیت په اړه معلومات وغواړي، دغه به ثبت شوی متن وي او کولی شي دې نه استفاده وکړي. زه ډېر خوشحاله شوم، ډېره مننه چې رالی، کور مو ودان، مهرباني وکړئ، موږ هلته اسخانه لرو، ستړتیا مو وباسئ. بسیار زیات تشکر.